و از وقتی بوده مقصدناک استفاده بریم. چون در تجربه قبلی ما مشاهده میکنیم بعضی سوالات تکرار میشود، معلوم میگردد که بعضی سوال دهنده و مفهوم و مضمون سوالهایی که به عنوانی رهبریت وزارت ارائه میگردند توجه ظاهر نمیکنند. از این رو از شما بار دیگر احترامانه خواهش میکنیم که وقتی به دست آمده رو مقصدناک استفاده بریم و امیدوارم که چون وقتهای گذشته نیست شما میتوانید حالت ما رو واقع‌بینانه تحلیل و بررسی نموده در رسانه‌های اطلاعاتی و شبکه‌های تلویزیونی همچون فعال جامعه امروز و سمی شهروندان رسانید. چون که فعالیت ژورنالیست امروز میتواند به بهداشت واقعه‌های زندگی مردم و سطح شعورناکی جامعه تأثیر منفی مثبت خود را رساند. بنابراین با امید همکاری و رابطه همیشگی شما با فعالیت مقامات کارهای داخلی نشست امروزه را با اشتراک وزیر کارهای داخلی حسن آغاز می‌باشیم. محترم نمایندگان حوزه اخبار آباد و مراقبان و مراقبان ارجمند، نشستی مطبوعاتی مدرکی ولی برنامه‌های خدمتی مراقب مقامات دولت داخلی از شهرهای واسطه در پلیسی و رسمی شود برای اشتراک و هر قدم شما سپاسگزاری هستم. همزمان جهتی همکاری حکومت در نقطه فاصله پروگرام پلیسی در حیطه ترتیبات جلسه و پیشگیری احوال خودروهای مطلوبی شما حواله‌ها رو مسئولید میانبری خود را باید نمودند. باید دارم که چنین توجه و همکاری شما در آینده اهمیت دارد. نتیجه همکاری و تلاش‌های شما و روزنامه‌نگاری بود که فعالیت پروگرام پلیسی در مبارزه با جنایتکاری و دستمزدی و مقامات کارآمدی در حوزه اخبار آباد وسیع در این دوره تعاملی و ایراد تعهداتی نیز وابسته به فعالیت بعضی از کارمندان مقامات رسانه‌ای که باهای مطبوعاتی جای داشتند که بعد بررسی قسمت تاثیر اختیار یافته بعضی مقامات تصدیق نکردند. و هر صورت ما جنایتکاری کنیم که فعالیت مقامات از نظر بیشتر جایگاه پیگیری و اجتماع تحلیل و آموزگاری ضرور می‌ایستد هر نمایندگی در دوره استقبالیت دعوتی مقامات کارهای داخلی و امنیت و یک نیروی روانه و سکوی خریدی کشور تبدیل یافته حیات شخصی بودن که دستگیری‌های دائمی ناخوری اساسدار سرمایه‌داری ملی پیشروی ملت جمهوری محترم نمایندگان شبانه‌روزی صادقانه و در دوره کسبی خود را در سطح ضروری اجرا کرده استفاده. نتیجه چنین مسئولیت و سطح خوبی فعالیت کارمندان پردیس جنایتکاری است که امروز در از او سوء زندگی شده. اعتماد باوری مردم و قدرشناسی بهای مثبت بودن پیشروی ملت و فعالیت حوزه کارمندان مقامات و روحیه ما البته تاثیر مثبت رسانیده در نظر خود تلاش می‌کنیم که سرنوشت باوری را وارد شود و تحقیق انگیزه ما کنیم. برای رفتن اعتماد مردم و پلیسیا آن پایش در حیطه سالهای اخیر مواجهت شهروندان با مقامات بیشتر گردیده. در برابر عرض و مواجهت آنها برای پیشگیری جمعیت و تامین ثبات عمومی همکاری خود را در حیطه می‌کنند. واسطه اجرای قانون جمهوری درباره مواجهت شخصی واقعی و مفید کارگونه بررسی مواجهت شهروندان در نزد رهبریت وزارت یک از مسائل مهمی برشان رفته و آن توجه خاصه ظاهر کرده می‌شود. در دوره سقوطی 107,000 سکتور مواجهت شهروندان با قید تشخیصی از این مقدار 30,014 شهروندان مواجهت در دوره طبیعت و وزارت امور داخلی مثال گردیده 110,553 مواجهت از خود روی یافته در دولت تهران و عملی بررسی فرمود. در برابر قبلی شهروندان همزمان با واسطه تلفن‌ها و سامانه از جانب رهبریت وزارت مراجعتی کارآفرینان مسائل قابل‌نامه صورت‌گیری کرده می‌شود. بخصوص تلفن باوری وزیر کارهای داخلی 131 و بعد 191 در این دوره 29494 خبر کوی تصویری شده جنایت‌ها حقوق پیداشتگی و عرض شکایت‌های شهروندان با قید خوششناسی از این بهتر کردن نوبت‌های کارمندان پلیسی فعالی شمول می‌دهد و قانون پیشرفت امید حل مشکلات و مسائل برنامه‌آمده با آنها مواجهت می‌شود. در 6 ماه سال روان
از 12480 جدولی که در جمهوری بخاری گذاشته شده است، 8316 برای مسئله کامپان قانون گفتی مشکل پیدا شد. در 6 ماه سال 2022 از طرف ساختارهای وزارت 361 نفر اعضای تشکیل تلسیک سیاسی دستگیر کرده شدند که از نمور 64 نفر جوان تشکیل شد. 14 گروه متشکل جنایتی در حیات 100 نفر دستگیر کرده شد. 27 حالت تعلیم غیر رسمی دینی مشکل پیدا شده است. طبق شواهد جمهوری 3000 نفر شهروندان جمهوری دوستان برای سودی نبودن جدول صورت سیاسی در جزوجویی رسمی قرار دادند. برای شواهد 64 نفر اعضای تشکیل تلسیک سیاسی در کشور قرار داشتند دستگیر و آوردن برگردانده شد. از آن جمله از مسیح شیرک مثل عرب یک نوروز و یک گروهی یک نفر از طرف محکمه پرهای نقطی 100 نفر اعضای تشکیل تلسیک سیاسی و اشتراکشون مقایبه‌های جنگی ایران و پایش شد از خارج کشور به وطن برگردانده شد. از جمله مسیح 100 نفر بلوچستان یک مثل عرب یک و جمهوری 7 نفر. سال 2015 792 نفر اعضای گروه تشکیل سیاسی و اشتراکشون مقایبه‌های جنگی ایران و پایش شد از خارج کشور به وطن برگردانده شدند. موضوع سخنگوی عمومی در این مدت در قلمرو جمهوری مجلس جنایتی منصوب به سعودی مدام با تحقیق می‌شود. در 6 ماه سال جاری از طرف محکمه پرهای توقیفی 26 میان مربوط به مالکیت ذهنی مشکل را برش گرفته شد. در نتیجه اقدامات شوروی اپراتیو جستجوی از طرف دوست عمومی محکمه پرهای توقیف در جمهوری از گردش غیرقانونی جدا از یک کالا مواد مختلف جلوگیری کرده شده است. غیر از این و مقصد پیشگیری نموده استحکام مشکلات تشدد از جمله فعالیت‌های سنتزی مردم شدنده عملیات‌های محسوب گرفته شده در نتیجه 2605 عدد چنین تبلیغات صورت گرفته. طبق شواهد عمومی در 6 ماه سال جاری 4437 نفر نشوندگان در مؤسسه‌های تندرستی به خیر گرفته شدند که از این تعداد 4337 نفر مردم 100 نفر در آن تشکیل در دوره سقوطی 7785 جنایتکاران در دستور قرار داشتند که از این 1447 نفرشان با گزارش شوروی دستگیر شدند. اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری اسلامی از 2 دکتر سال 94 درباره اختیار سپردن عنصرهای نماینده سیلوها و واجبات جنگی و تکنیک‌های تحمیل از اوالی قطعی در دولت‌ولی به وسیله مبارزات زیادت قرار داشته در نتیجه پروژه مبنی همکاری تا اوالی در 6 ماه سال 2022 427 عدد سال تشکیل شد از آن جمله 138 عدد از تمام تلاش شد 9 در قانون 14 میلیون 4 سال گردنی 32 عدد بیشتری تا الان‌موجود شده لیزیت جنگی مسئولیت داشته است. در نتیجه 174 عبارت اجرای نکرده قانون جمهوری ترکستان درباره تنظیم جهنم و جشن آغازین در جمهوری ترکستان از جمله از نوروز خدمت‌رسون توی نماز مخصوصی مراسم حج در روزهای به خیر گرفته در این خصوص تنوع حکومتی معمولی آغاز کرده شد. در نتیجه شوروی از حکومت‌گران معامله حذف شده از رسوم‌های جدول صادر شده است. هرچند فعالیت از سمت اجرای طلبات قانون جمهوری ترکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم تربیت فرزندان در همبستگی با مقامات دستورات و سماعات قانون داشته باشد هم در دوره شواهدی قسمت فرزند مادرانی که خود از روی خون و تعلیم تربیت فرزندان جمع کردند و مسئولیت مباشرت تعلیم دست خود از کسب نمود 90 کودکس حقوقی نو از 1947 عدد تراویر حقوقی معمول تحقیق مجرد برای اندیشه شماره کنید و سوزش لایحه‌ها ایجاد کرده شده است. مردم نشان می‌دهند که در این دوره از طرف جوانان یا اشتراک‌طلبان 1944 حالت جدت صادر شده است. در این دوره 431 حالت صادر شده جمعی از طرف ناخوانندگان و با اشتراک‌طلبان آفرین گرفته شده است. دو دوره 3 یونی سال 2022 در جمهوری 472 حادثه سوختگاه به خیر گرفته شده است. نظر به همین دوره سال گذشته 15 روز یک تشخیصی حالت کمتر و خیلی شده است.
و همه معلوم است بیاد سنجش عادتی سوال کنون اصول سه مراتب اعلام کرده است. ولی از شکایت‌های سوال کنون معلوم می‌گردد که عنوان تشخیصی دیگر سوال‌های ضرورت در موضوع مرتبه سوال و هر آن سنجشی متشکلان می‌تواند سوال چیست. دیگر سوال رو که برای متشکلان چیست از سنجش نمی‌کنند. دیگر نفر سوال می‌دهد که برای چی سنجش می‌دهد اون مرتبه دارد. مرتبه برای قابلیتی اقتصادی برای قابلیت مورد سنجش کردن است. نه برای سنجش کردن که قابلیتی متشکلان و قابلیتی سوال کنون است. تو موضوعی که این سوال و سوال فراگیری قبل از شرط می‌کنند سبب جواب سوال کنون دیوان نکردن Terima kasih, Syekh dari Kepala Negara Arabia Saudi. Bahkan sosmologi hobi hukum juga Human Rights Watch azam yang kita kita bisa boleh main syari kalau pada negara Islam jadi nabi Musa asal dari Yesus pada sebuah ini bahasa sosmologi yang nabi Musa dalam satu میخواستم در این باره شما را چی گرانی دارید؟ از شما می‌برید باشه احیانا گرانی در اون رو معلوم وقتی حساب شد که خطاب دیدید نوم شد بود دیگر نوم شد که نومش نبود نه دیگه خوبی باشد دیگه از این تصدیقا نکرد وقتی که روی تشکیل تجارتی بوسی رو کمین گرفتن روی دسته دوزمان آفر گذاشتنی نمونده و روز دیگر بگوی سیده نفر قرماندی alfa zahmiye kadar bağlıkadası بعد ما مایم صاف کردیم نسبت به او دارن چند روزی zarar کردیم چند کسی کردیم چی رو معلوم است همیدن یک گونه کسی که باروش قربان جهان alfa لگو کدام میتونیم یک نفر قربان alfa bağlıkadası تشکیل خورد است اما در گونه همون نفر شروعی تشکیل شده سوال دیگه در این باره است که محترم وزیر دو ماه پیش خبرنگاران عربی آزادی و مسئله شبهه در دوشنبه مورد عمل قرار گرفتن و تلفن رو کمی اول ما رابطه شد و گذشت دو ماه چرا عاملان این حادثه آشکار و جوابداری کشیده نشدند چه باید شاید بیشتر آشکار نمیشه ولی ما هم این زیر ندارد مخصوصا همین حسین سرد است من چندین مرتبه در جلسه و پس‌خبر ریاست کروی خودی شهر شهری سپرده شدم زیر نظر من میشوند تفتیش میگیرید جستجو میگیرید دستگیر میگیرید و من در اشتراک کنم از سپرده شدگی است زیر نظرت کنم و سوال و غیر از این یک چیز رو پرسیدن می‌کنم که روزی 12 میلیون کارمندان در ریاست گفتگوی جلوی وزارت از نوعیت درواز همکاری برادر یک همکاری ما را یعنی برادر مومن نمایی را از اونجا بازداشت کرده و دوشنبه می‌گویند حدود یک‌نیم روز رو درباره کار و فعالیت برادرش بازجویی می‌کنند این عمل تا کجا در دایره قانون صورت گرفته است و در نهایت می‌گوید که نسبت خدا به عبدالستار بی‌معارضه اقدام در واقعیت همون شهران دعوت کرده شد در دوره کار یک تحقیقی که در استثمارات کارمندان ریاست گفتگوی جمعیتی روز کوشش کرده گفته شد درباره فعالیت درباره فعالیت برادرش عموما مورد پرسش قرار داده شدگی نیست حالتهای کار به خود دعوت شونده معین است دقیق است اگر قانون را اعلام کرده باشیم مرحمت بتوانید به محکمه دادگاه مراجعه با این رو در در مورد پیرمرد عبدالستار پیرمرد پرونده ما ببخشید محترم وزیر ما سوال نهایی این بود که عبدالستار پیرمرد پرونده ما بله صحبت بود همین گونه حرفا بود که محترم وزیر مهم این است که حادثه در آنجا شده است و آن برادر چرا ثبت کنم ما از نام او نه از نام دل خون نفری که شکایت ها میشن میتونیم سوال دیم محترم وزیر
من حاضر گفتم که چنین شکایت ها ما شنیدیم اومدیم رسم نمیشیم باشه تشکر سوال کنم در مورد عبدالستار که محمدزاده پرونده چه پرونده باز شده نسبت به مقدمه بیچاره نسبت عبدالستار که محمدزاده برای تولید کردن جنایت‌های خصوصیت اکستریمیستی داشته با ماده 307 ایلوه 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی گردیده پرونده جنایتی آغاز کرده شده نامبرده در حبس پیشکی قرار دارد تفتیشات پیشکی ادامه یافته است. Сколько граждан Таджикистана было депортировано из Российской Федерации, сколько граждан Российской Федерации было экстрадировано из Таджикистана по запросу российской страны. И второй вопрос по поводу коллеги. Вы говорили, что она состоится в сентябре. Если она состоится, то какова будет повестка дня и где она? В Таджикистане или в России? 55 человек, 55 преступников экстрадировали всего за один преступник находится в стадии. Спасибо. И по поводу коллеги. من که از آن سوال یادآور است که در از خبر اومده است فکرم 6 عدد میگفتید که بهتر بیشتر کدام گروه آدما مثلا مردان چندان یا زنان و سوال دیگر از تجاوز به ناموس 16 حادثه به فکرم قید گرفته شده است و اینا بیشتر نابالغان و آراستا و شمارش دفتر میگفتید. در دوره سقوط 53 حادثه جنایت در سمت سعود آدمان به قید گرفته شده است. 22 نفر دستگیر شدند، از این شماره 8 نفر مرد و 14 نفر زنها را تشکیل می‌دهند. جناب وزیر نسبت به همین دوره سال گذشته اگر این 13 حالات باشد امسال 4 حالت است. یعنی یک حالت کم شده که 4 حالت اصلا بله. نظمی سوال من و قوانین وضع از شرکت‌های ساختمانی داخل دارد نسبت راهبر شرکت ساختمانی مهین ساختمان خانم فیضلی و شما دو مرتبه عکس پیشنهاد شده بود یعنی بار اول در سال 2021 و بار دیگر اپریل سال 2022 شما قبول کردنی هستید دو نفر که با شما شکایت کردند و بعد 2 نفر مسئول یعنی بعد 2 نفر کارمندانتون سرور ریاستی تفتیشات و سرور امنیت داخلی سپارش داده ولی تا هنوز یگان چاره دیدن نشد چرا و آیا شما احساس نمی‌کنید که کارمندان شما نیز در این کار غیر قانونی راهبرای شرکت‌های ساختمانی دست دارند چون که تمام سهامداران چنین اندیشه دارند فقط شاید فرق هم داشته باشد من کردن نمی‌کنم لیکن چنین احساس می‌شود سهامداران یک نفر نیستند مجموعاً سهامداران زیادند لیکن احساس کردن جنایت نمی‌کنم شوری نداشته باشیم بفهم چرا یکان چاره اندیشته نشد باشد تفتیشات و هر قرارداد جنایتی برای قراردادی قضا قرارداد جنایتی همه مردم هم از روز نوشتاد اجازه تفتیش رو اشتراک کنند. شد ندارد ما این مسئله را در این محترم بررسی می‌کنیم از نتیجه‌اش استفاده می‌کنیم. در مسئله قضیه ابنای قربتی می‌خواستم که قضیه به چی رسید گفتم می‌شود که اون گویا که برای حمله به کارمند مقامات قدرتی که منبر میشه آیا اون دلیل‌های شایع هست که مثلا کامرا و عکس‌ها هست که مثلا ثابت کند که گویا که او به کارمند مقامات حمله کرده باشه نسبت عبدالله قربتی از جانب پرکراتورای ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه پرونده جنایتی آغاز کرده شده است آنها در حبس پیشکی قرار دارند وابسته به سوال شما جانب پرکراتورای گنرالی در نشست مطبوعاتی خود جوابی صحیح و دقیق گردانید. برای صحبت کردن برای صحبت‌کاری غیر قانونی قربتی برای استفاده زورآوری و مقابل نماینده حاکمیت دولتی و تحقیر او اینچنین برای عذابی بر تشکیلات اکستریمیستی تروریستی حزب نهضت اسلام نسبتشان پرونده جنایت آغاز من در رابطه با تنفروشی وضع زنان در دبی سر و صداها به حد زیاد است و در شبکه‌های اجتماعی نیز می‌بینیم از جمله اینستاگرام که اکثر آنها را در کلوب‌ها و طرفخانه‌های خیلی گران ارزش البته می‌بینم
خوب سوال من این است که وابسته به موضوع بازی شما یکون امور دارید و تو جای عبودی داریم حتی در فرودگاه خستگی دوبای زیر نظارت مخصوص است. خب سوالی دوی من جناب وزیر این است که مبارزه با کروپسیا خب میانی کننده وزارت کارهای داخلی در کدام سطح است؟ دولت‌های مذکور کم شده است فکرم چون که بیشتر می‌بینیم از دیگر نهادها رسانه‌ای زیادتر است ولی از شما رو کم می‌بینیم. اساسی فعالیت کاری محکمات قوای داخلی مخصوصا ریاست موضوع جنایی و مشخصی این نوع سودای آدم شده است و یکی از سمت سودای آدم یکی از همون ساختار سودای آدم واسه برای مختلف باشه اولا و تماشی و دوباره دیگر شهرهای دیگر سفرها بودن دوباره هم رو دستگیر کردیم هفت سال جواب کردیم متاسفانه اون برای خودمون خیلی زیاد است و برای شما درست برای سعادت کردیم هم خود این کار حوادای ما است چونکه ریاست جمعیت دولت دوره حکومتی در دوران میبرد کوشی نظر دویمی دیوازی قوات داخلی است شامل افراد رو زمان دستگیر کردیم و مخلوق از دوره تو چیز مجبور نفر برای همین فعالیت برای همین خروشی‌های از مخلوق پیش کرده امروز از اون بهتر شده است که متاسفانه تا حال خود جلوه چند نفری بود از دولت اگندی در دولت مولای خود برای ترویج حکومت جمهوری داشتن دستگیر شده هستند و این باعث آموزش فعالیت همون ساختارهایی که با می‌کنند باعث آموزش نیستند و باورت این ساختار رو بجا و جزوی نظامی دیگری پیشنهاد شما باشه. دیوزودی میخواهد فوراً اطلاع آمد از سرعت خبرها اینو باید داروی سیر دعوتی و خصوصیت‌های اپراتیوی داشتن بعضی فرمانده‌های جمعیتی نوستری وقت نمی‌توانیم. Telefone aún voando na sala, sabe? Eu disse ao Sim,